کسی که شما گفتید خیلی خوب میشناسیم، یعنی به درجه خوب میشناسیم که به هیچ گفتن راست نمیاد، یعنی همه جهت کردی. لیکن ما یک چیز میگیم، تا یک نفر کفر آشکار کرده نگوید، شرک آشکار کرده نگوید، ما حرکت کرده سخت گپ زدن نمیخواهیم. کسی که کفرش آشکار نکرد، شرک آشکار نکرد، سخت گپ نمیزنیم و کسی نباشد. این منهج عمومی ما هست، این منهج عمومی ما هست. عموما ما همین خیلی آدم هستیم. ما تو به حال یعنی در همون گپایش خطاگی دیدیم، بله خطاگی ها دارد، لیکن عادتا سوال و جواب بین زنها این اون کتی مشغول است. تو جایی که بعضی از خواهرها سوال و جوابش میگن که من از مسئله زن و شوهر سوال دادم، مسائل فقهی، یعنی سوال جواب کرده شده است. ما امیدواریم که الله سبحانه و تعالی به این طالب علمی که خونده است، حرکت کرده است، حق واضح کند، توحید جانبش به این واضح کند. دعا میکنیم که الله سبحانه و تعالی توحید واضح کند و درباره توحید هم گپ زند، درباره کفر بالطاغوت هم گپ زند، درباره الولا و البرا هم گپ زند. ولی با این همه خوبی و با آرام صحبت کردنمون میگوییم که احتیاط باشید. احتیاط باشید. برای چی؟ برای اینکه این شخصی که شما گفتید، این شخصی که شما گفتید از حزبی ها براءت خود اعلام کردگی نیست. یعنی حزبی ها کتی، حزبی ها، طرفدار حزبی ها، طرفدار حزبی نهضت است. همونا که تماس، صحبت، مصلحت، کاربار همیشه نمیخواست. فهمیدید؟ گپ های اینو زنی که شما گفتید در کانال های حزبی ها منتشر میشد. مثلا حزبی ها کنترل میکنن، حزبی ها کنترل میکنن. ما چی میخواهیم؟ ما از همین خیلی خواهرها چی میخواهیم؟ آزاد باشید. میگیم آزاد باشید، آزاد باشید. چرا خودتون کنترل حزب میاندازید؟ چرا خودتون کنترل حکومت میاندازید؟ چرا خودتون کنترل کدوم حزب، کدوم جماعت و کدوم حکومت به؟ آزاد باشید. شما در کنترل قرآن و سنت و مذهب سلف باشید. من از تمام جماعت های بدعتی آزاد هستم. یگان شب هرگز پدرشکه مثلا نمیکنم، لیکن من بله تسلیم شده در کنترل قرآن و سنت با فهم سلفی امت هستم و انمین است وظیفه هر یک طالب علم. افسوس که 10 سال 20 سال بعضی ها میخونند عذاب و مشقت کتی، می آید کارگری کدام حزب، طرفدار کدام حزب. در روز قیامت چی میشه؟ من احب قوما حشر معهم. هر کسی که یک قوم دوست داشت همراه امنا میشد. هر کسی که المرء مع خلیلی، یک آدم ما چخل میشناسیم حق بودن باطل بودنش، میبینیم که همراه کی است؟ المرء مع من احب. انسان همراه کسی که دوست می‌دارد میشد. یعنی دیدید که کسی همراه حزب است، پس هم دوست حزبی رو دوست می‌دارد. المرء مع خلیلی، پیامبر گفتند انسان حکمش همراه حکم دوستش است، زیرا که الولا و البراش نظر میکنیم. یعنی سخن پیامبر معناش همین است. یک نفر حق بودن و باطل بودنش خواهید، الولا و البراش نظر کنید. آیا موالات به اهل توحید دارد؟ آیا همراه اهل حق است؟ آیا حق میگوید یا نمیگوید؟ یا که براءت از مشرکین دارد یا ندارد؟ شما طالب علم نظر کنید که کنی چی میگوید؟ درباره کفر بالطاغوت گپ نیست، درباره لا اله الا الله گپ نیست، درباره اصل دین رکنهای لا اله الا الله گپ نیست، توحید گپ نیست. اما نمیاک ها برای اهل سنت زدن هست. ما میبینیم که اینو ما زده است. همین زنی که شما میگید یک طور است نمیاکتی شورکتی، ما میدونیم تکفیر و این اون میگه. لیکن اگر برای شما اشکال گیرد، ما 10 برابر سخت‌تر از اشکال‌تر میگیریم که ما میشیم. لیکن ما به خاطر چی یک کمی سبکتر ایستادیم؟ به خاطر که کفر شرکش آشکار در مثلا مثل سهرابی عادلیان نگفت، گوید ما رد میزنیم. ما از هیچ کس ترس لومه لایم نداریم. و اما مشکل همین است که اینها همراه حزب است. برای همین برحذر باشید. هر طالب علمی که همراه حزب است برحذر باشید. حزب این کفر است و شرک است. هر
کسی که روی عشقی موتوریدی است برحذر باشید. هر کسی که روی صوفی است برحذر باشید. هر کسی که طرفدار حکومت است هم برحذر باشید. همه اینها گمراه مشرکین هستند. شما را فریب میدید. بارک الله فیکم.